سلام علیکم بیننده های چنل یوتیوبی دایمرداد اریا. تورنمنت بهاری دایمرداد انشالله آغاز شده که شما در جریان هستید. دقایق شروع بازی و اولین بازی تورنمنت که داور شاید سود بزنه. شروع شد بخیر، بازی شروع شد. بازی جذاب بین دو تیم سادات دایمرداد و عطایی. بیننده های عزیز، یکی از بیننده های عزیز، دوستی عزیز خدا در اینجا در پالوی خود دارم که اشی چند سوال منیم در تورنمنت شرکت کرده و سخنان خود را زبان خود شنوا باشید. میتونی که خود معرفی کنی؟ سلام علیکم، امیدوارم که حال شما خوب باشه. سال هیچ مبارک، روزه و نماز شما قبول. تشکر. نام از مستر شاحسین از قریه بودگ است. بسیار عالی. از قریه بودگ از این منطقه چقدر فاصله داره؟ در موتورسیکل یک 15 دقیقه راسته. خب پیدا یک و نیم ساعت، یک ساعت راه مقدار. شما پیدا آمدین یا در موتورسیکل آمدین؟ مو پیدا آمدیم. نام خدایی شوق علاقه شما در فوتبال نشان میده واقعا. شما چی نظر دارین درباره از این تورنمنت که ایجاد شده؟ این بسیار خوب برای بچه‌ها، یک انگیزه، سرگرمی بسیار خوبه که بچه‌ها به همینجا بازی کنه، هم دیگر بینگر نه. بسیار عالی. خودتم در کدام تیم بازی مونی یا نه؟ خودم دم تیمی یک تیم جوردیم بودک سنگپور. بسیار عالی. نام تیم شما ساحل در تیم ساحل دایمرداد بازی مونی یا در تیم عالی درخشان؟ ساحل دایمرداد. بسیار عالی، بسیار موفق باشین. اگر کدام گفتنی پیشنهاد در شبکه یوتیوب دایمرداد اریا داره، ما در خدمت هستیم. هم کسایی که میبینه اگر حمایت کنه از این بچه‌ها از این تیم‌ها بسیار آینده موشه که دوباره مثلا یک برگزار کنه. تشکر می‌کنم. سلامت باشید. بخیر باشید.